خانم آقایون، زمانی که آهنگ نامرسان رو من خوندم، نامه ها بوی عشق و دوستی و محبت و برادری و برابری میداد. اما مردشور ترکیب این نامرسونای الان ببرن. نامه هرچی میارن بیل و گرفتاری و جریمه و من اصلا دوست ندارم اینا رو ببینم. خانم شما چطور؟ آخه شما فکر بکن الان به یک آدمی که در یه جای این ور دنیاست بگی ما یه خواننده‌ای داریم اسمش حسن شجاعی، میخونه نامرسان، نامه من دیر شد، میگه این دیوونه است بگیرینش. هیچ آدمی منتظر نامه میشه؟ نامه ها که جز بدبختی و گرفتاری چی توش نیست. یعنی شما نامه در خونه‌تون اومده که این نامه خوشحالتون بکنه؟ نه، هر که بدهکار نامه نمی‌نویسه. طلبکارا پشت سر هم. این است که اجازه بدید نامرسانو گفت به پیری آنچه مرا مانده. شهریار بزرگ میگه به پیری آنچه مرا مانده لذت یاد است، دلم به دولت یاد است اگر دمی شاد است. ما به یاد گذشته های خوبمون و لحظات قشنگمون مطمئناً برامون تداعی میشه و لذت میبریم. به یاد روزهایی که نامرسان ها میمدن در منزل، نامه عشق به معشوق و نامه پسری از سربازی به مادرش، چقدر با ارزش بود. به یاد اون روزا نامرسان رو براتون بخونم. بچه ها نامرسان این وریا کمترن ولی صدا بیشتره. ولی هوس آوازخونی و سرتون نزنه ها. آواز خوندن کار راحتی نیست. یه کوله پشتی میدن دستتون دور دنیا اسیر عبیرید. یادتون باشه آواز همون تو خونه ها بخونید. یه وقتی آواز خوندن ارزشی داشت، الان دیگه نه، فقط بر خودتون بخونید. نامرسان ماشاءالله. کودک بلگرد فلک پیر شد، خون به رگ زاغون زمان شیر شد. برده بیچاره ز جان سیر شد. لا 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 لا. نامه ما را نکند باد برد، یا که فرستنده اش از یاد برد. یادگری بر دگری داد. از را رسید. نامرسان جان به لب ما رسید. نامرسان کودک بلگرد فلک پیر شد. لک آواره بی خان ما، روی چنارا مد و زد آشیان. جوجه برآورد
زمان در زمان هر نبش شد سر یک دودمان ماشاءالله کودک شب همه شب بانگ خدایا زدم دست به دامان مسیحا زدم بوسه به قندیل کلیسا زدم دم همه از مریم و از را زدم نام ریسا نامگی منگی شد کودک دل گرد فلک